سلام دوستان. خب با یه تحلیل هفتگی بازار طلا و کامودیتی ها و فارکس در خدمتتون هستم. توی این هفته ابتدا از داده ها شروع میکنیم. خب نرخ تورم رو برای چین داریم، نرخ در واقع صادرات و واردات و تراز تجاری چین رو خواهیم داشت توی این هفته. روز دوشنبه، روز سه‌شنبه داده مهمی که داریم نرخ بیکاری بریتانیا هستش و مهمترین داده هفته که کل هفته رو میتونه تحت شعاع قرار بده نرخ تورم آمریکا یا داده CPI هستش. روز پنجشنبه GDP بریتانیا رو داریم و PPI رو برای آمریکا داریم و حالا میشیگان کانسومر سنتیمنت رو هم برای روز جمعه خواهیم داشت. تحلیل هفتگیمون رو از چارت DXY شروع میکنیم. چارت DXY یا همون شاخص دلار. خب در واقع چارت هفتگی ما یه تریدینگ رنج رو داریم روی نماد DXY که در واقع از سال 2022 آپریل یا مارچ 2022 تو این تریدینگ رنج قرار داره بازار و حالا در حال فاز جمع آوری هستش، میشه گفت یه جورایی. یه کف مهم رو ما اینجا داشتیم که در واقع زیر این کف سل ساید لیکویدیتی قرار داشته، یعنی در واقع استاپ لاس سلر بایرها قرار داشته و اینجا در واقع نقدینگی سلرها اینجا هستش. سلرها دیگه اینجا لیکوید میشن و از اینجا احتمالاً بازار به سمت بالا حرکت خواهد کرد. پس ما انتظار داریم بعد از جمع‌آوری لیکویدیتی که تو این ناحیه وجود داره که در اینجا می‌بینیم با دو تا شادوی خیلی خوب، ریجکت خیلی خوب در تایم فریم هفتگی میشه گفت جمع‌آوری شده، احتمال رشد رو به بالا برای DXY داریم. پس انتظار داریم که از اینجا به محدودهای بالای ناحیه اکویلیبریوم یا ناحیه در واقع پریمیوممون رشد بکنه. خب اینجا پس ما منتظر یک کانفرم هفتگی از DXY هستیم. انتظار داریم که بیاد و بالای این ناحیه به ما یه تاییدیه بده که در واقع ارزش دلار رو به رشد داشته باشیم. ما توی موج قبلی که تو این تریدینگ رنج داشتیم ناحیه 50% که ناحیه اکویلیبریوم ما میشه رو این ناحیه باید مشخص بکنیم. این ناحیه میشه ناحیه 50%، یعنی وسط موج قبلی که در واقع این موج هم اومده این ناحیه رو شکونده و انتظار داریم که الان که قیمت توی ناحیه در واقع دیسکاونت یا تخفیف خورده هستش برای ما، خیلی ارزش پایینی داره و در واقع قیمت خیلی خوبی هستش و جذاب هست برای خرید در تایم فریم هفتگی رشد پیدا بکنه و به ناحیه پریمیوم که بالای این ناحیه میشه برسه. پس ما انتظار داریم که رشد شاخص دلار رو داشته باشیم و در مقابل اون احتمالاً کامودیتی های ریزشی رو داشته باشم و دیگه رشد طولانی مدت دلار از اینجا این ناحیه شروع بشه. حالا این سناریو اول ما هست. سناریو بعدی که بخوایم در نظر بگیریم، خب توی این ناحیه میبینید یه اوردر بلاکی وجود داره که در واقع زیر این اوردر بلاک نقدینگی وجود داشته و خب اینجا میبینید ریجکت شده قیمت از اون سطح اوردر بلاکی که چندین بار همینجا تلاش کرده که شکسته بشه به پایین و در واقع بایرها اینجا تونستن قیمت رو نگه دارن و یه حمایت خیلی خوب در واقع تشکیل شده. پس من این اوردر بلاک رو هم اینجا رسم میکنم. یه اوردر بلاک رو این ناحیه در واقع داریم که براتون رسمش میکنم. این رو یه اوردر بلاک بذاریم که حالا در نظرش بگیریم. خب اوردر بلاکمون رو من اینجا چون هاید کردم توی تایم ویکلی بعد برش گردونم. خب این یه اوردر بلاک هستش اینجا ناحیه که در واقع حالا من یه لحظه اینو براتون ببرم اونورتر. ناحیه که اینجا میبینید یه گپ هفتگی رو داشتیم قبلا اینجا، یعنی کندل هفتگی جدید که باز شده. کندل قبلی کلوزش اینجا بوده و اوپن اینجا بوده ولی با شادو این ناحیه پر شده. در واقع یه گپ پر شده هفتگی داریم ولی خب چون ناحیه‌ای هستش که فقط در تایم فریم هفتگی دو تا شادو اونو پوشش دادن، پس ناحیه‌ای هستش که در واقع خیلی برای قیمت تعیین کننده هستش و از این ناحیه قیمت میتونه تکون بخوره. پس اون ناحیه 50% اوردر بلاک اون که این ناحیه بشه احتمالاً قیمت از اینجا یه ریجکت خوب میشه. پس اگر دوباره قیمت بخواد روند رو به کاهش رو داشته باشه و به این سمت بیاد، محدوده 97 سر 63 میتونه محدوده حمایتی بعدی ما باشه و اگر این حمایت هم بخواد از دست بره و به این اوردر بلاکی که اینجا هست در واقع
و تبدیل به اوردر بریکر بلاک بخواد برسه دیگه، زیر این ناحیه میتونه در واقع این محدوده رو داشته باشیم برای محدوده حمایتی که در واقع سقف قبلی بوده که شکسته و ترندمون به ترند صعودی تبدیل شده بوده اینجا. پس میتونه تا اینجا هم یه اصلاحی رو داشته باشه که دیگه کلا از فاز صعودی یا حتی تریدینگ رنج خارج میشه و بازار اگر بخواد این ناحیه برسه در تایم فریم هفتگی میتونه وارد فاز نزولی بشه. پس سناریوی محتمل برای ما اینه که در واقع پیش بینی میکنیم که حالا با جمع کردن لیکویدیتی سل ساید شاخص دلار به سمت بالا رشد بکنه. در تایم فریم دیلی همونطور که میبینید توی چارت DXY خب اومده و اینجا کف قبلی که در واقع تشکیل داده باراش یه اوردر بلاکی رو تشکیل داده که این اوردر بلاک این بار تونسته قیمت رو ریجکت کنه. همونطور که میبینید این ناحیه اوردر بلاک روزانه ما هستش. من این رو هم براتون رسم بکنم. در واقع از زیر این شادو تا اینجا میشه اوردر بلاک ما، این شادویی که اینجا وجود داره و برگشته. این اوردر بلاک بولیش هستش. خب این اوردر بلاک میبینید که قیمت داخلش نفوذ کرده، یکی دو روزی هم اینجا حالا معطل شده و هی ریجکت شده. یعنی یک بار اومده اینجا ریجکت شده، دوباره اومده یه شادو زده و دوباره یه ریجکت خوب شده و حمایت شده. پس میتونه نوید بخش یک تغییر روند باشه برای ما. بریم تو تایم فریم پایینتر. خب تایم فریم 4 ساعته من دیگه این لیکویدیتی رو نیاز ندارم اینجا ببینمش هست. اینجا من حذفش بکنم. خب توی تایم فریم 4 ساعته همونطور که میبینید یک کف اینجا داشتیم، یک کف پایینتر اینجا تشکیل شده و زیرش یک لیکویدیتی جمع شده و دوباره قیمت رو جلب شده و روند رو به رشدش رو شروع کرده. پس با جمع آوری این نقدینگی که اینجا وجود داره میتونه قیمت به سمت بالا حرکت کنه. به نظر من، حالا نظر شخصی بنده اینه که چارت دلار در این هفته تمام نقدینگی ها رو برای حرکت رو به بالا جمع کرده و میتونه یه حرکت رو به بالایی رو داشته باشه. پس منتظریم که این سقف که در واقع برای ما میشه لیکویدیتی ما به صورت لیکویدیتی ران شکسته بشه و یه مارکت استراکچر شیفت رو داشته باشیم اگر این ناحیه شکسته بشه. و در صورت شکست این ناحیه میتونیم روی پول بک به این ناحیه ما یه معامله خوب رو داشته باشیم، یه پوزیشن خوب رو داشته باشیم و به سمت بای بگیریم. خب این تایم فریم 4 ساعته است و این دیگه پوزیشن سوینگی خواهد بود. این از تحلیل هفتگی شاخص دلار. بریم روی شاخص روی چارت طلا و طلا رو هم با بررسی بکنیم. از تایم فریم هفتگی شروع میکنیم. خب توی تایم فریم هفتگی اینجا ما 3 تا شادو داریم توی قیمت سقف تاریخی طلا بوده که هر 3 تا شادو کوتاه‌تر از قبلی بوده و این احتمالاً یه تغییر روند رو به نزول رو برای ما داره نشون میده. یه شادو البته اینجا داشتیم، پس یه لیکویدیتی خیلی خوب در تایم فریم هفتگی ما اینجا داریم که این لیکویدیتی باید در واقع زیرش حداقل ما کندل داشته باشیم، حالا چه به صورت لیکویدیتی ران چه به صورت لیکویدیتی سویپ که بخواد دوباره برگرده. پس حداقل ما انتظار داریم تا این محدوده قیمت کاهش پیدا بکنه و در صورتی که بتونه تثبیت قیمتی زیر این عدد به ما بده یه روند نزولی رو حداقل تا محدوده حمایتی بعدی که این ناحیه باشه خواهیم داشت. پس ما منتظر جمع‌آوری نقدینگی یکی از این دوتا خواهیم بود و دوباره یه ترند موقت صعودی رو انتظار داریم از طلا در تایم فریم هفتگی. پس در هفته آتی با توجه به 3 تا کندل کوتاه‌تری که زده در تایم فریم هفتگی انتظار داریم یک کندل نزولی خوب رو داشته باشیم و حتی این کندل نزولی میتونه تا زیر این کندل یا حتی این نواحی هم بسته بشه. در تایم فریم روزانه ببینیم چه خبر هستش. خب در تایم فریم روزانه وقتی به این سقف تاریخیش رسید طلا حدود 3498 تا 3500 یه ریجکت قیمتی خوب اتفاق افتاد و یه اوردر بلاک نزولی اینجا تشکیل شد. همونطوری که از قبل هم رسم شده
قیمت با مراجعه بعدی توی این ناحیه ریجکت شد و در واقع تونست زیر نقدینگی سل ساید قبلی یک کفی رو تشکیل بده، یک لیکویدیتی رو جمع کنه و دوباره بیاد بالا. ولی خب با توجه به اینکه اینجا هم یه دونه همونطور که میبینید شادو ما داریم و در واقع میبینید که این اوردر بلاکی که اینجا ازش ریجکت شده تست هم شده، ما به این ناحیه اوردر بلاک اون که دوباره قیمت مراجعه کرد دوباره از همون ناحیه ریجکت قدرتمند رو داشتیم که باعث ریزش تقریبا میشه گفت $100 طلا شد در 2 روز آخر هفته و انتظار داریم که این ریزش در این هفته ادامه داشته باشه. با توجه به اینکه شاخص دلار رو هم براش روند صعودی در نظر داشتیم و پیش بینی می‌کردیم، سناریوی محتمل ما اینه که در واقع این ریزش حداقل تا این ناحیه اوردر بلاک ادامه پیدا کنه و حالا در صورتی که این اوردر بلاک به بریکر بلاک تبدیل بشه میتونه لیکویدیتی این ناحیه رو هم برای ما جمع بکنه. پس سناریوی محتمل ما پیش بینی ما برای این هفته اینه که یه ترند نزولی رو توی این هفته داشته باشیم. البته خب اینا همش سناریوی احتمالی هستش، میتونه خلاف این سناریو هم عمل بکنه. ما بدون تاییدیه وارد هیچ پوزیشنی نمیشیم، ولی خب پوزیشن خوبی که بخوایم توی این هفته داشته باشیم احتمالاً با توجه به ریجکت از این اوردر بلاک ما تو تایم فریم 4 ساعته اگر برگردیم همونطور که میبینید اینجا توی این ناحیه ما این کفی که در واقع با شادو برامون تشکیل شده بود توی این ناحیه رو ما به صورت خیلی شارپ و با جا گذاشتن مارکت شکوندیم و یک در واقع مارکت استراکچر شیفت اینجا داریم که این شیفت استراکچر یا تغییر ساختار مارکت با یه پول بک به این ناحیه فیر ولیو گپی که اینجا داریم میتونه برامون یه پوزیشن سل خیلی خوب رو بده. من این براتون رسم بکنم. یه فیر ولیو گپ رو ما در واقع از این ناحیه تا این ناحیه داریم که در مراجعه بعدی به این نواحی ما میتونیم انتظار در واقع ریزش قیمت رو تا این کف داشته باشیم. نواحی حمایتی روبروی طلا یه دونه این کف هست که حالا قبلا در واقع ازش حمایت شده. این کف چه کفی بوده؟ در واقع این ناحیه‌ای که یه اوردر بلاک برای ما تشکیل شده بوده رو بعد از یک بار ریجکت طلا اومده این قیمت رو به راحتی با جا گذاشتن مارکت چکونده و این اوردر بلاک این ناحیه رو که توی این ناحیه بوده تبدیل کرده به یک بریکر بلاک. پس این ناحیه یک بریکر بلاک داریم که در مراجعه بعد قیمت ازش ریجکت شده. پس قیمت میتونه در این ناحیه هم یک بار دچار نوسان بشه و یه ریجکت رو به بالای موقتی رو داشته باشه، ولی با توجه به اینکه اوردر بلاک ترند تایم بالاتر ما در واقع قیمت رو به خوبی با تاییدیه برای ما ریجکت کرده و تغییر ساختار مارکت رو ما اینجا داریم مشاهده میکنیم، سناریوی اصلی و تایم بالاتر ما که سناریوی قوی‌تر، ترند قوی‌تر ما هستش، در حال حاضر نزولی هستش و انتظار ریزش قیمت طلا رو داریم. خب اینم از این. بریم روی چارت نزدک رو هم با هم بررسی بکنیم، ببینیم تو چارت نزدک چه خبره. نزدک در تایم فریم هفتگی، من عدد اینجا حذف بکنم نیازشون ندارم. در تایم فریم هفتگی همونطوری که میبینید خب در یه قیمت سقف در واقع تاریخی خودش از سال حالا 2015 که 4 تا کپیتال کام وجود داره، حالا احتمالاً قبلا هم تو این تاریخ تو این قیمت نبوده دیگه، یه سقف خودش قرار داره، سقف قیمتی که قبلا هم از اون ریجکت شده و دچار یه ریزش شارپ شده، در حال حاضر به این ناحیه برگشته. خب توی این ناحیه ما یه اوردر بلاک داریم، همونطوری که می‌بینید این پترن کندلی پترن اوردر بلاکه. پس ما این اوردر بلاک نزولی که داریم که قیمت هم یک بار شادو زده بهش، پس ناحیه اوردر بلاک ما میشه اینجا تا این شادویی که اینجا داریم. انتظار داریم که قیمت بعد از برخورد با این نواحی دچار ریزش بشه.
خب با توجه به اینکه اوردر بلاکی که اینجا داریم و در واقع قیمت در حال حاضر اینجا حضور داره، میتونه در واقع حتی بازار نزدک با یه گپ منفی هم حتی باز بشه، چون یک بار قیمت اینجا مراجعه کرده باشد و ریجکت شده و دوباره تلاش کرده و وارد این ناحیه شده. میتونه هم در واقع بازار با گپ مثبت باز بشه و حتی این اوردر بلاک رو هم رد بکنه. با توجه به اینکه انتظار ما از چارت DXY و شاخص دلار سعودی هستش، این میتونه به معنای در واقع رشد اقتصاد آمریکا باشه و چارت نزدک رو هم صعودی کنه. خب اینم فراموش نکنید که نزدک هم بالاخره این نظر 21773 که کلوز هفتگی بوده در مقابل دلار هستش، یعنی طرف مقابل این دلار. ورزش دلار اگر بخواد به صورت شدید افزایش پیدا کنه، میتونه تا حدودی خب دارایی‌های ریسکی تری مثل سهام رو بی‌ارزش کنه و تمایل سرمایه‌گذارها رو به حفظ دلار بیشتر بکنه. پس همه چیز رو احتمالاً گپ هفتگی برای ما مشخص خواهد کرد. گپ مثبت هفتگی میتونه یه در واقع ترند سعودی رو برای ما نوید بده توی چارت نزدک، و گپ هفتگی منفی هم میتونه ریجکت از اوردر بلاک و در واقع قیمت‌های پایین‌تر رو به ما نشون بده. بریم به تایم فریم دیلی، ببینیم در تایم فریم روزانه چه خبر هستش. خب من نوایی رو نیاز ندارم حذفش بکنم از توی چارت. خب این قیمتی که اینجا میبینید در واقع سری قبل مراجعه کرده، دوباره یک بار اومده توی این ناحیه و از این ناحیه اوردر بلاک از ناحیه ریجکت شده و یه اوردر بلاک رو در واقع توی این ناحیه برای ما تشکیل داره که در حال حاضر دوباره توی ناحیه اوردر بلاک حضور داریم. یه سقف رو اینجا داشته که این سقف با شادو نبوده، بادی کندل روزانه بوده. ما این سقف رو اومدیم با در واقع جاگذاری قیمت و گپ هفتگی شکوندیم، یعنی قیمت کلوز هفتگیش اینجا بوده، با یه گپ بزرگ هفتگی اومدیم و این قیمت رو شکوندیم و ترندمون ادامه پیدا کرده. یه پول بک زدیم به این ناحیه و در واقع رسیدیم به اوردر بلاک. پس قیمت برای صعود میتونه بیاد و این جاموندگی که اینجا داریم هم برای ما پر بکنه. پس یه سناریو محتملمون هم اینه که بخواد بیاد و این ناحیه رو برای ما پر بکنه. پس اینجا گپ در واقع قیمت روزانمون هستش. این حالا نیو ویک اوپنینگ گپ بهمون نمیشه، نیو دی اوپنینگ گپ میشه. پس این یه گپ در واقع قیمتی روزانه هستش که این هم میتونه یه ناحیه خوب باشه. پس اگر قیمت در هفته آینده به این نواحی رسید، یعنی حد فاصله 20350 تا 200 که حالا نقطه CEش که نقطه مناسبش و 50% باشه که برای ما کفایت میکنه، 20 حدوداً 220 میتونه قیمت جذابی برای خرید باشه. در تایم فریم دیلی که احتمالاً تو این هفته خب خیلی راه داره بخواد تا اینجا برسه، احتمالاً شاید توی هفته آینده برسه با توجه که در از ناحیه اوردر بلاک ریجکت میشه. پس لیکویدیتی که برای ما وجود داره این ناحیه هستش و ریجکت از اوردر بلاک میتونه این تارگت رو برای ما داشته باشه. حالا اگر این اوردر بلاک بخواد قیمت ما رو در تایم فریم دیلی ریجکت بکنه، خب چه اتفاقی میفته و ما کجا میتونیم پوزیشن بگیریم، یا اگر بخواد این رو بشکنه. تو تایم فریم پایین‌تر اینو بررسی می‌کنیم. تو تایم فریم 4 ساعته می‌بینید که 3 بار به این ناحیه سعی کرده نفوذ پیدا کنه، هر دوبار قبلی ریجکت شده و این بار منتظر تصمیم گیری بازار هستش. احتمالاً خب در تایم فریم دیلی چیزی که من می‌بینم بار سومه که قیمت داره به این ناحیه مراجعه میکنه. پس این قیمت در بار سوم میتونه دچار ریزش بشه و بار چهارم دیگه احتمالاً اینجا رو بشکنه. پس من همچنان انتظار دارم که قیمت اینجا یه واکنش نزولی به من بده. ولی خب شاخص دلار این رو به من نمیگه و شاخص دلار داره میگه اقتصاد آمریکا تقویت داره میشه و این احتمالاً روند صعودی رو خواهد داشت. حالا ما باید چیکار کنیم؟ تو تایم فریم 1 ساعته برای این موضوع تصمیم میگیریم. تو تایم فریم 1 ساعته در واقع ما اینجا یه شادو داریم. اگر که بازار اومد و زیر این شادو به ما تثبیت قیمتی داد، یعنی این ناحیه اگر تثبیت قیمتی داد و استراکچر مارکت تغییر کرد، یعنی مارکت استراکچر شیفت داشتیم در پول بک به این قیمت و پر کردن گپی که احتمالاً میخواد اینجا تشکیل بشه، در تایم فریم 1 ساعته به صورت سوینگی میتونیم پوزیشنمون رو با اهداف پایینتری مثل این لیکویدیتی
البته خب این لیکویدیتی نهایی تایم فریم یک ساعته است. ما چون با کانفرم یک ساعته و با نقدینگی تایم فریم روزانه داریم ترید میکنیم، باید در واقع هدف نهاییمون این ناحیه باشه که نقدینگی ناحیه تایم فریم روزانه‌مون هستش. ولی خب لیکویدیتی هایی که میتونه قیمت رو دچار حالا نوسان بکنه و برگشت های راه حمایت های رو داشته باشه، این نواحی هستن. یه ناحیه هم اینجا هستش که میتونیم حالا به صورت اوردر بلاک رو داشته باشیم. پس این اوردر بلاک هم میتونه در واقع قیمت رو برای ما دچار نوسان بکنه. پس اگر قیمت اومد و زیر این لیکویدیتی برای ما کانفرم داد و تغییر ساختار مارکت داشتیم، در پول بک به فیر ولیو گپی که تشکیل میشه احتمالاً میتونیم برای پوزیشن شورت اقدام بکنیم و در صورتی که قیمت با گپ مثبت خوبی باز بشه و بتونه یه تثبیت قیمتی رو در واقع بالای این نواحی بده و در واقع با یه پولبک کاملا ولید این رو تست بکنه و تاییدیه بده که بالای این ناحیه قرار بمونه، اون وقت میتونیم وارد لانگ بشیم و در واقع پوزیشن بای بگیریم. چرا؟ چون قیمت در واقع در ناحیه کاملا پریمیوم الان قرار داره و خرید خیلی ریسکی هستش. یه ترند کاملا صعودی داشته در تایم فریم دیلی هم همونطور که میبینید بعد از اینجا که دیگه از اینجا شروع شده اصلاح آنچنانی نداشته و این در واقع رالی قیمتی که داریم خب هر لحظه میتونه تغییر بکنه. پس من ترجیح میدم حتی اگر بخوام وارد پوزیشن خرید بشم یا با تثبیت قیمتی توی این ناحیه باشه، یا حالا بعد از اینکه ریزش داشتیم تا این ناحیه و سلش رو گرفتیم توی این ناحیه دوباره خریدار بشم، چون این ناحیه در واقع همونطور که میبینید یه سقف قبلی رو هم اینجا تشکیل داده برای نزدک و میبینید این ناحیه رو با گپ اومده شکونده دیگه، همونطور که تایم فریم بالاتر بهتون گفتم تو تایم فریم دیلی. پس میتونه یه ناحیه لیکویدیتی خیلی خوب باشه. بریم سراغ چارت داو جونز. چارت داو جونز رو هم بررسی بکنیم. از چارت هفتگی شروع میکنیم. خب داو جونز نسبت به نزدک یه عقب موندگی جزئی داره و خب در واقع الان زیر سقف قیمتیش هستش. توی نزدک همونطوری که ما دیدیم اومده روی سقف قبلی و در واقع نواحی اوردر بلاک اون سقف هستش، ولی تو چارت داو جونز چیزی که داریم میبینیم در تایم فریم هفتگی ما اینجا تغییر استراکچر مارکت رو همونطور که میبینید داریم و اینجا در واقع این تغییر استراکچر مارکتی که من ازش صحبت میکنم همیشه تو تایم فریم هفتگی ببینید چقدر قشنگه. این شادوهایی که اینجا داشتیم مارکت اومده در واقع با دو تا کندل خیلی شارپ با جا گذاشتن مارکت اینو شکوده. خب این تو تایم فریم دیلی خیلی بهتر دیده میشه. میبینید بذارید من براتون بیارم، اینجاست تایم فریم دیلی. میبینید اینجا اومده قشنگ و بازار جا گذاشته و این کف رو شکونده. خب این در واقع مارکت استراکچر شیفتی که ما داشتیم اومده بازار و اینجا یه حالا کندل مثبت هفتگی و یه شادو رو تا اینجا داشته و گپ قیمتی که تو این ناحیه بوده رو اومده برای ما پر کرده و ببینید خیلی قشنگ توی سه تا کندل چه مقدار ریزش داشته تو تایم فریم هفتگی. داو جونز حدود 15% تقریبا 14.5% معادل 6238 دلار ریزش داشته. الان اومده و دوباره به این ناحیه گپ قیمتی رسیده و در واقع میتونه برای ادامه روند ریزشیش تا نواحی لیکویدیتی پایین‌تر که این ناحیه باشه اینجا تصمیم گیری کنه. اگر که بخواد این در واقع ناحیه گپی که اینجا وجود داره رو بشکونه و به سمت بالا بره، خب دوباره همون سناریویی که تو نزدک انتظار داشتیم با یه تثبیت قیمتی میتونیم وارد پوزیشن لانگ بشیم. خب میدونید بعد از همچین رالی قیمتی که ما داشتیم توی داو جونز بازم همچنان خیلی در تایم فریم بالا مدت این ریسکی هستش، چون قیمت در نواحی پریمیوم هستش. ما حداقل انتظار داریم که
کفسازی خیلی خوبی بشه. اینجا کفسازی خوبی کرده، زیر این ناحیه لیکویدیتی رو جمع کرده قشنگ و به سمت بالا اومده. اما آیا این لیکویدیتی این ناحیه برای ادامه این حرکت کافیه یا خیر؟ این رو دیگه این هفته برای ما مشخص میکنه. و خب لیکویدیتی جذابی تو این ناحیه وجود داره، همونطور که قبلا من اینو علامت زده بودم. میبینید اینجا یه اوردر بلاک هستش که این اوردر بلاک میتونه تست منجلش خیلی برای ما جذاب باشه، چون اگر اوردر بلاک بخواد تست بشه برای یک بشه، اون وقت حداقل تا این سقف ما انتظار داریم که قیمت برگرده در تایم فریم هفتگی. بریم تو تایم فریم روزانه ببینیم چه خبر بود. خب این شیفت استراکچر رو ما داشتیم اینجا توی این نوای پول بک رو داشتیم، ریجکت شده و الان قیمت در واقع در تایم فریم روزانه میبینید این سقف نه، ولی به این سقف رسیده. میبینید این سقفی که اینجا توی پول بک داشتیم یه مراجعه مجدد داشته و الان اومده اینجا بار سوم ترایش بکنه. اگر در واقع با جمع آوری نقدینگی این ناحیه، چون اینجا میبینید دیگه یه سقف برابر ایکوال های، این یه نقدینگی بسیار خوبه. اگر با جمع آوری نقدینگی این ناحیه که الان خب میبینید شادوی خوبی هم زده، ریجکت بخواد بشه، خب دچار یه ریزش حداقل میشه و کف قبلی رو و حتی کفای پایینتر رو میتونه مجدد تست بکنه. ولی اگر این روند بخواد به صورت لیکویدیتی ران باشه و این ناحیه رو بخواد ادامه بده، با تثبیت قیمتی بالای این ناحیه میتونیم وارد پوزیشن لانگ بشیم تا این سقف حداقل در تایم فریم دیلی. خب یه محدوده خیلی خوبی هستش، ولی خب بازم میگم این ناحیه پریمیوم هستش برای ما و از نظر قیمتی خیلی برای خرید جذاب نیستش. پس حالا همونطور که دیدید چقدر این هفته مهمی میتونه باشه برای تصمیم گیری با مارکت های جهانی. چارت یورو یو اس رو هم بریم با هم بررسی بکنیم. حالا قبل از اینکه تحلیل یورو یو اس رو من بخوام خدمتتون بگم، نزدک و داو جونز خب با توجه به اینکه نزدیکی بسیار زیادی با هم دیگه دارن، تعامل زیادی با هم دارن و کوریلیشن دارن، رفتار مشابهی رو ما ازشون انتظار داریم. حالا سقف و کف‌های جدیدی رو ممکنه همزمان با هم دیگه نزنن، مثلا نزدیک به سقف قبلی میرسه و بالای اون لیکویدیتی جمع میکنه، ولی خب داو جونز به سقف تاریخی شاید نرسه. ولی به هر حال حرکات در واقع مرتبطی رو با هم دیگه دارن و با هم دیگه یه جورایی ترند صعودی و نزولی پیدا میکنن. منتها اونی که حالا مثلا سقف جدیدی رو نمیزنه توی ترندمون، خب پتانسیل ریزش بیشتری داره و ما اگر بخوایم وارد پوزیشن سل بشیم سعی می‌کنیم اون نمادی که مثلا نتونسته سقف جدید بزنه سل بگیریم یا برعکسش برای پوزیشن بای. خب بریم چارت یورو به دلار رو بخوایم با هم بررسی بکنیم. یورو به دلار خب همونطور که میدونید الان با توجه به اینکه تحلیل ما روی شاخص دلار یه تحلیلی بود که 95% احتمال صعود رو میدادیم برای دلار از این نواحی، با توجه به لیکویدیتی ها رو جمع کرده بود. پس انتظار داریم با تقویت طرف دوم این چارت که دلار باشه، با خود یه ریزش رو ما توی این چارت داشته باشیم و این چارت تو سل برای ما تبدیل بشه. باز هم باید ببینیم شاخص یورو چه تصمیم گیری میخواد بکنه. اگر شاخص یورو بخواد صعودی بشه، باید ببینیم زور صعود این بیشتره، زور صعود شاخص یورو بیشتر یا زور ریزش شاخص دلار که چارت به کدوم سمت میره. ولی اگر شاخص یورو نخواد دچار نوسان زیادی بشه یا اینکه بخواد اون هم راستا با دلار ریزش هم راستا با صعود دلار در واقع یورو بخواد ریزشی بشه، خب یه در واقع سل خیلی قدرتمند رو تو این چارت ما هم میتونیم داشته باشیم. اما رفتاری که تو این چارت داشتیم به چه شکل هستش؟ خب ما اینجا یه در واقع فاز جمع‌آوری هفتگی داشتیم در تایم فریم هفتگی، همونطور که میبینید که حالا من اگر بخوام جمع‌آوری خیلی کوتاه رو در نظر بگیرم، میشه این ناحیه خب توی جمع‌آوری این ناحیه همونطور که میبینید قیمت دچار یه دستکاری قیمتی شده در این ناحیه و یه صعودی رو داشته.
صعود رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم تا این سقف قبلی حداقل ادامه پیدا بکنه. اگر بخوایم در واقع جمع آوری قیمت رو تا این ناحیه، جمع آوری در واقع روی چارت رو تا این ناحیه بدونیم و ناحیه با دستکاری قیمت رو این قسمت در نظر بگیریم. ولی خب در نگاه دیگه میتونیم این رو به صورت کامل ما فاز جمع آوری بدونیم حتی تا این ناحیه و در واقع لیکویدیتی بالا داره اونجا جذب میشه و این ناحیه اسپایک در نظر بگیریم که احتمالاً هم به نظر من این هستش. قیمت حداقل به نظر من تا این نواحی میتونه در هفته های آتی صورت اسپایکی ریزش پیدا بکنه. پس یه سل رو در تایم فریم هفتگی من در چارت یورو یو اس پیش بینی میکنم. توی تایم فریم دیلی هم اگر بخوایم مراجعه بکنیم، خب همونطور که میبینید یه سقف قیمتی رو ما اینجا داشتیم. حالا فارغ از بحث فاز اکیومولیشن یا جمع آوری توی چارت، یه سقف قیمتی رو اینجا داشتیم که یه های سوینگ داشته، اومده اینجا این کف شکسته، این کفی که با شادو بوده و در واقع یه ریزش رو داشتیم بدون اینکه حالا بخوایم به گپ تشکیل شده پولبک خوبی رو بزنیم. یه پولبک نیمشه‌ای رو ما اینجا داشتیم توی این کندل با شادو و بعدش یه ریزش رو داشتیم ولی ریزش خیلی خوبی نبوده. اما مراجعه بعدی ما به این قیمت در واقع این اوردر بلاکی که اینجا تشکیل شده، این پترن اوردر بلاک ما اومده و این در واقع قیمت رو ریجکت کرده و بازار دوباره دچار ریزش شده توی این نماد. پس با ریجکت تایم فریم دیلی از سطح اوردر بلاکمون میتونیم با تاییدیه یک ساعته به نظر من وارد پوزیشن سل بشیم. وارد چارت یک ساعته من میشم اینجا. خب توی چارت یک ساعته حالا اون لیکویدیتی که راجبش صحبت کردیم اینجا بوده که در واقع جمع آوری شده بوده و ریجکت اوردر بلاکمون بوده. این شادو رو ما اینجا داشتیم. اینجا همونطور که میبینید چندین شادو هم اینجا داشتیم. اینجا قیمت در واقع ریزش پیدا کرده و تا این ناحیه هم برای ما اومده و حالا دوباره یه پول بک زده به این ناحیه که دچار گپ قیمتی بوده و از این ناحیه دوباره ریزش پیدا کرده و اینجا حالا ساعته آخر بازار هم خب همونطور که انتظار میرفت، چون با سیو سود تریدرها بسته شدن کانترکت ها که ابتدای ماه بود همزمان شده، دچار رنج شده بوده بازار و میتونه از اینجاها بعد از اینکه این پول حالا انجام شده و تست شده دچار یه ریزش بشه. ولی خب به نظر من قیمت میتونه یک بار دیگه تا این نواحی بیاد و لیکویدیتی این ناحیه رو حداقل برای ما بخواد تست بکنه و مثلا تا این شادو دوباره بخواد بیاد و ریجکت بشه. پس من انتظار دارم از قیمت جذابتری سلم رو بگیرم در تایم فریم یک ساعته. خیلی خب این تحلیل هفتگی ما بود. حالا امیدوارم که هفته پربازه و پرسودی رو داشته باشید. تا تحلیل هفته دیگه، خدا نگهدار.